با یکی از ثروتمندان ایران آشنا بشید. ایشون احد عظیمزاده کارآفرین ایرانی هستند که در سن 7 سالگی پدرشون رو از دست میدن. به دلیل فقر مجبور میشه ترک تحصیل کنه و از کودکی کار قالیبافی رو شروع میکنه. با زجر فراوون کلی سختی رو پشت سر میذاره، اما حالا بزرگترین تاجر فرش دنیاست. مالک بزرگترین هتل در خاورمیانه. اما احد همیشه با بغض میگه یتیم هیچ کس رو نداره. یتیمی خیلی سخته، اما حالا بهترین ساعت عمرم زمانیه که با یتیما میگذره. پول رو برای چی میخوام؟ خدا به من داده و من باید به دیگران ببخشم. من وسیله هستم، پس بی منت و زیاد میبخشم. احد اکنون سرپرستی 2500 یتیم رو بر عهده داره و هر سال 100 نفر بهش اضافه میشن. ایشون برای همه کودکان یتیم حساب بلند مدت باز کرده تا در آینده دستشون خالی نباشه.